با نام و یاد خدا. به برنامه کافه مستند خوش آمدید. قرار هستش که در این برنامه ما مستند مشت در نمای درشت به کارگردانی آقای حجت الاسلامی رو بهش بپردازیم که پورتری سید حسن حسینی از شعرای به نام انقلاب اسلامی است. بهانه ما برای پخش این مستند روز شعر و ادب فارسی است. ازتون خواهش میکنم این برنامه رو مشاهده کنید. من محمد صالح حجت الاسلامی ام، دانش آموخته رشته علوم ارتباطات اجتماعی و همینطور فارغ التحصیل انجمن سینمای جوان. کلاً به هنر علاقه دارم. 2-3 سال اخیر رو فرصتی دست داد که کارهای مستندسازی پورتره بکنم در مورد هنرمندان معاصر فقید. اینجا میز گفتگوی برنامه کافه مستند هست. مستند مشت در نمای درشت درباره مرحوم سید حسن حسینی از شاعران مهم انقلاب اسلامی. مهمانان ما آقای حجت الاسلامی که یک کوچیکی باشون بودیم، آقای دکتر صلاحی هم از اساتید دانشگاه و از شاگردان قیصر امینپور خدمتشون هستیم. انشالله قراره که درباره موضوع مستند صحبت بکنیم. آقای حجت الاسلامی، شما آغاز بکنید بحث رو. اینکه اولا چرا سید حسن حسینی، یعنی پروژه بود یه موقع، حالا بالاخره مستند سازا اینجوری هن که یه موقع میگن خب یه پروژه به ما گفتن و ما انجام دادیم، هیچ اشکالی هم نداره. البته بعد بعضی ها هستن میرن خیلی علاقه‌مندم میشن و بعضی هم نه، خب بالاخره معاش. یه موقع هم هستش که نه شما انتخاب کردید و دلی بود و اینها. چرا سید حسن حسینی؟ عرضم به حضورتون که من از سال اواخر 1400 در حوزه هنری و روابطی حوزه هنری مشغول به کار شدم. متاسفانه در تابستان 1401 ما با یک فقدانی روبرو شدیم، اونم از دست دادن استاد حبیب الله صادقی بود که در واقع حالا طی پروسه‌ای قرار بر این شد که من با توجه به سابقه روزنامه نگاریم در واقع فارغ التحصیل این که انجمن سینمای جوان بودم و نمونه کارهایی داشتم، یک پورتری رو از ایشون تولید کنم که محصولش شد هنرمند واحد 5. بعد از اون یه تغییر و تحولاتی در سیستم اداری اونجا انجام شد، مؤسسه‌ای به اسم سلوک شکل گرفت و ما منتقل شدیم به اونجا. مسئولیت من شد ساخت پورتره از هنرمندان فقیدی که مهم و تاثیرگذار بودن ولی کمتر بهشون پرداخته شده. من طی پژوهشی 26 تا اسم رو انتخاب کردم، حتی کسایی که در قید حیات بودن و ما میتونستیم که حضوری خدمتشون برسیم که کمتر در موردشون صحبت شده بود، ولی انتخاب مجموعه و خودمون این بود که به عنوان یکی از مهمترین و شاخصترین افراد باید به سید حسن حسینی پرداخت و خلاصه کار از اونجا شروع شد و امروز در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. پورتره ساختن از آدم‌های مهم باز اقتضاعات خودش و مشکلات خودش هم داره. بله. ما حالا نمیخوایم غرغر کنیم و نمیخوایم مثلا چیز بکنیم، میخوایم بالاخره راجع به این مسائلش بگیم که هر چی بگذره بهتر بشه. یعنی من راجع به وقتی مفاخرمون میخوایم بسازیم راحت‌تر هنرمند بتونه بسازه. این مسائلی که شما باش درگیر بودید برای ساخت مستند مشت در نمای درشت چی بود؟ ببینید این حرف یه قانونه، شعار نیست که هر فیلم مستندی در واقع ریشه در پژوهش و تحقیق داره. بله، ستون فقرات مستند دیگه. اگر بخواد صداقتش و ماندگاریش رو تضمین بکنه باید این مرحله رو به خوبی طی کنه. من یکی از در واقع موهبت‌هایی که نصیبم شد همراهی آقای دکتر صلاحی بود که تسلط علمی کامل دارن و سلامت نفسی دارن که اصل بی‌طرفی رو رعایت کردن. ما اینجا حتی یه نریشن از خودمون نداریم توی فیلم که بخوایم قضاوتی رو اضافه کرده باشیم یا توصیفی رو داده باشیم. ما سعی کردیم که
یک مستند شهودی به شهادت نزدیکان سید و حتی دست‌نوشته های خودش. یعنی اصولا فیلم ما یک فیلم ترکیبیه، یک فیلم چند صدایی ترکیبیه، اول شخص غایب، یک روایت اینجوری داره. منتها خب خیلی دوران سختی بود. یعنی شما از پیدا کردن یه فریم عکس که شاید 8 ماه مذاکره با نزدیکان سید برای گرفتن یه فریم عکس مثلا از پدر سید حسن حسینی. از پدر سید حسن حسینی عکس نیست؟ یعنی چرا نیست؟ خب ببینید اصلا ما چندین مانع داریم. وقتی یه سراغ پورتری میرین، همراهی خانواده اهمیت داره. بعد شما وقتی با خانواده متکثری روبرو هستید، بعد خیلی عجیبه که من الان اینو در مورد خودم هم تازگی‌ها کشف کردم که وقتی که کار میرسه به این که بخواد روی خروجی مثل فیلم قرار بگیره، شما با فقدان عکس و فیلم و اینا روبرو هستی. یعنی حتی خودت هم ممکنه به این فکر نکرده باشی، چه برسه به اطرافیانت. و شاید به نوعی میشه گفت ما نمیدونیم با کیا داریم زندگی میکنیم، چقدر مهمن، چقدر لازمه که از اینا در واقع آرشیو درستی تهیه بشه. عجیبتر این که خب حالا کسایی که بستگان آدم هستن خب آدمای آماتوری هستن. نهادها هم در واقع حفظ و فراوری آرشیو ها مشکل دارن. آره اون آرشیوهایی که مثلا خوب آرشیوهای معاصری که خیلی نزدیک هم هستن دیگه. آره خب شما ببینید مثلا فعالیت سید حسن حسینی شروعش و اوجش در دهه 60 بوده. همون موقع هم عکاسی و فیلم برداری میشد از این فعالیت ها به صورت آنالوگ و حالا سیستم‌های دیگه. نگهداری آرشیو یه چیز خیلی گرانی هست. اصلا یه تخصصه. و همون موقع هم شما امکان ارائه نداری، یعنی یه چیزیست که بالاخره خیلی دیده هم نمیشه، زمان بره و خیلی هزینه هم داره، عمدتاً طرفش نمیرن. پس یکی بحث آرشیوه که مثلا شما دچار مشکل بودید. خیلی سخت یکی بود. بحث این هستش که نظر خانواده ها یا نظر اطرافیان اینا رو جلب بکنید. دیگه چی؟ ببینید بحث نهادها هم هست. من در این فیلم این مشکل رو نداشتم. انصافاً باید بگم که در واقع سفارش دهنده و تامین کننده هزینه ها هیچ گونه خط قرمزی جلوی من نذاشت، هیچ محدودیتی نذاشت و من اجازه رو داشتم که صادقانه و آزادانه حرکت کنم. اما مثلا در فیلم قبلی به هر حال آیه استاد مرحوم زنده یاد صادقی عضو پیوسته فرهنگستان هنر بودن. من اون موقع مراجعه کردم که 30 ثانیه از یک فیلمی رو که ایشون مثلا با ایران درودی که خودش برای ایران نگهش داشت و بعداً یه گفتگوی 2 ساعته کرده بود، من 30 ثانیه‌اش رو بگیرم بتونم این رو در فیلم خودم داشته باشم. گفتن ما اینو گرفتیم برای خودمون، میخوایم بعدها فیلم بسازیم. 2 ساعت مصاحبه‌ای که معلوم نیست کجا منتشر شده، 30 ثانیه‌اش در کنار یک فیلمی که میخواد شهادت بده که یک نفر هنرمند در زمان مدیریتش چه کرده، واقعا چه آسیبی میزد. و مگه اون از بیت المال هزینه شده که برای خودمون نگه داریم؟ ما اینا رو گرفتیم یا خودمون داریم میسازیم که حالا کو فروشیش. آره همیشه این بحث منم با این جمله خیلی آشنام، داریم خودمون میسازیم. آره و نگاه‌های متفاوت میتونه محصولات متفاوتی بده. فیلمسازی مثل آشپزی میمونه، متریال خام رو آدما میگیرن، هر کسی با ذائقه خودش طبخش میکنه و خروجی‌های متنوعی داره. و ما وقتی که داریم راجع به مفاخرمون به عنوان میراث فرهنگی صحبت میکنیم، اتفاقاً باید استقبال کنیم که 10 زاویه دید در مورد اینا ایجاد بشه، ادبیات شکل بگیره. درست. آقای دکتر شما از شاگردان مرحوم قیصر امینپور هستید. خیلی ما خوشحالیم اسم مرحوم سید حسن حسینی، مرحوم قیصر امینپور در این برنامه اومد. مناسبت هم البته داره، اگرچه این عیب هم هست که ما مناسبتی ماجرا رو نگاه میکنیم. یه نکته بحث مطرح میکنن بعضیا که حالا این شاعر انقلاب، مثلا تو شعرهای انقلاب مثلا حالا یه اسم و رسمی داره و یه قوتی داره و اینها، یا اینهایی که مثلا بعضیا هستن که اونایی که دیگه حالا یه ذره بدخیم‌ترن میگن که اینا یه چیزی درست کردن به نام شاعرای انقلاب، شعر انقلاب و اینها. به جهت جایگاه شعری در بین شعرای ایران، یعنی شما فرض بکنید که ما این عنوان انقلاب بذاریم کنار،
به عنوان برای اون قوت شعری جایگاه سید حسن کجاست؟ من یک پرونده‌ای رو افتخار داشتم سال 88 در نشریه زمانه منتشر کردم، با قریب 70 نفر، شاید بیش از 70 نفر، یعنی دقیقاً 70 تا یادداشت کتبی و شفاهی داشت اون پرونده. میگم بیش از 70 نفر چون بعضی هم یادداشتایی داشتن که در قالب منظوم بود، یعنی سوگواره بود به نوعی. با بزرگان شعر ایران من صحبت کردم. حالا من به هر حال برنامه تخصصی شاید بتونیم اسم ببریم. مثلا من با احمد رضا احمدی صحبت کردم، با محمد علی سپاهانلو صحبت کردم، با مرتضی کاخی که اخیراً ایشون از دست دادیم صحبت کردم، با حافظ موسوی، با شمس لنگرودی و بزرگان از این دست. فارغ از چهره‌هایی که حالا به هر حال وامدار نگاه انقلابی هستند، خب این اسمایی که نام بردم یعنی فارغ از نگاه حزبی و طیفی بخوام ببینم، از این سه نفر یعنی قیصر، سیدحسن و سلمان تحت عنوان شاعرانی نام بردن که شعرشون موضوعیت داره فارغ از موضوعشون. مثلا الان بحث خیلی تخصصی میشه، ولی حتی مثلا سپاهانلو نام اون شعر خاص رو برد، گفت این شعر چقدر شعره، چقدر تصویره. احمد احمدی گفتن من دلم واسه سلمان حیاتی میشه، سلمان اگه میموند شاعر بسیار بزرگی در پهنه شعر معاصر حتی میشد، نه فقط در گسترش شعر انقلابی. میخوام بگم قطعاً خلاقیت یکی از مهمترین عناصر شعری اگه در نظر بگیریم در کنار عاطفه و خیال سریه، خلاقیت در شعر سید حسن حسینی اگه بخوام تخصصی هم بحث کنیم میتونم ابیات رو بیارم ولی فعلا مجالش نیست. قطعاً خلاقیت در شعر سید حسن حسینی در اوجه، شاعری که با بیدل همراهه و بیدل رو خیلی خوب میشناسه، بیدل رو راجع بهش صحبت کرده که این درس گفتارشون در حوزه هنری مشق معنای بیدل، مشق معنی بیدل که به همت سعید یوسف نیا گردآوری منتشر شد. میخوام بگم شاعری که بیدل رو میشناسه و ارتباط میگیره قطعا شاعری هستش که در اوج شعرشناسی و شعر دوستی هست. یعنی از این منظر باید سید حسن جزو شاعران بزرگ معاصر حتی یاد کنیم. خیلی ممنون. یه بخشی رو ببینیم و دوباره برگردیم. چرا راجع به آدم‌های مهم کم کار ساخته میشه؟ البته واقعا باید اذعان کرد که الان وضع یه ذره بهتر از مثلا 15 سال پیشه، چون وسیله‌ای که آدم بخواد این افراد رو بشناسه واقعا این مستنده. یعنی من خودم سید حسن حسینی رو با مستند شما قاعدتاً شناختم و خیلی این با ارزشه، یا بعضی از بزرگان دیگه رو که با مستندهای پورتره ازشون ساخته شده. بازم ولی انگار کمه، یعنی انگار مثلا فرض بکن وقتی آدم میبینه این مستند میبینه چرا تا حالا ساخته نشد. البته یه قسمتش هم به خود من برمیگره، منم مدیر بودم توی همین سیستم و اینها. چرا به نظر شما این افراد درباره‌شون کم ساخته میشه؟ ببینید ما باید نگاهمون رو وسیع کنیم. ما به بچه‌هامون میخوایم بگیم چه دارید؟ چرا ما باید انقدر خبرهای بزرگ در مورد دنیای پیرامونمون بشنویم، یعنی بیرون از ایران بشنویم ولی در مورد بزرگان ایران نشنویم؟ ما در واقع بعضی از اصناف هستند، مثلا بازیگرها، سوپر استارها، سلبریتی ها، اینا فرصت پیدا میکنن، ولی عجیبه که سلبریتی های فکری، اندیشگی، مخترع، صنعتگر، تاجر فرصت معرفی البته الان یه مدتی یه ذره شروع شده، تو تلویزیون دیدم یه سری برنامه، ولی در کل باید دست و دلبازانه برای هم فرصت ایجاد بکنیم و معرفی کنیم با نیت اینکه اینا میراث ملی هست. یه دفعه این جمع شعرا که در جلسه آقا بودن همین توی 15 ماه رمضان، 15 ماه رمضان، بعد ما مال قاچاقی رفته بودیم یه رانتی استفاده کردیم رفتیم، یعنی خب من اونجا مدیر بودم و اینا توی حوزه هنری لطف کردن ما، چون اهل فضل البته بیراه و ویژه نبوده بودشون. بعد رفتم یه جایی که مثلا تو خود جلسه و اینا، بعدم یه جایی یه چیزی کشیدن اینا، بعد رفتیم تو دیدم که اتاق سیگار درست کردن، یعنی تو یه جایی مثلا فرض کن همه مدل سیگار گذاشتن و آقایون مثلا. ببین احترام به آدم، حالا سیگار چیز خوبی نیست، ولی وقتی که یه نفر که اهل سیگاره و شما بهش حرمت میذاری و بهش احترام میذاری، اونم یه جایی در اون سطح، کسی حالا تو دفتر و بیت و اینا چون طول میکشه بعد
آقایون سیگار لازم میشن، مثلا به احترام آدم ها یه جایی رو برداشتن مثلا گذاشتن که آقا شما بتونید برید سیگار میشه، اصلا کسی که شاید توقعی هم نداشته باشه. یعنی یه وجه بداری احترام به این آدم هاست، نگه داشتن شأنشون هستش و اینا. آقای صلاحی، ما یه بحثی حالا درباره بحث زبان فارسی داریم، یه ذره بحث اعم از بله. خود ماجرای خود سید حسن هست و اینها. ما نمیدونیم، یعنی یا کمتر میدونیم که چرا زبان فارسی مهمه. این حالا یه بحثای کلی هممون میدونیم ولی باز انگار مثلا خیلی کلیه. این که زبان فارسی چرا اهمیت داره و چرا اینقدر چیز داره که ما براش هزینه کنیم، پاش وایسیم، پاش بجنگیم که مثلا زبان فارسی رو حفظ کنیم، این دلیل مخاطب پذیرش چیه؟ میگم ما یه سری چیزای کلی میدونیم که زبان فلان فلان فلان، این علتش چیه واقعا؟ درسته. کارهای ارزشمندی از سید حسن حسینی بوده بعد از درگذشته ایشون منتشر میشه. میخوام متصل کنم به فهمش شما. یکی از نوشته هایی که از سید حسن حسینی منتشر میشه به نظرم ای کاش بیشتر دسترس باشه و نشر محترم یا جعفر همایون همکارشون بتونن بازنشر کنن، سکانس کلمات. در 3 صفحه از فرصت نمیشه خب من اثر رو بخونم، ولی چند سطر رو فکر کنم شیرین باشه از زبان سید بشنویم. من به زبان فارسی نه تنها حرف میزنم و حرف میشنوم، بلکه با این زبان به راحتی مینویسم و این نوشتن چه تقدس عمیقی میدهد به زبانی که شیرینیش را در لحظه لحظه زندگیم حس کردم. به فارسی میاندیشم، به فارسی فریاد میزنم و حتی به فارسی سکوت میکنم. سکوت من سرشار از عبارات جنینی و هنوز زاده نشده فارسی است. در ادامهش هم میگن که زبان عربی زبان دین منه و زبان فارسی زبان تدین من. جای دیگری اینطور گفتن، به نظرم اینم بخونیم. منظور من از فارسی فردوسی، مولانا، حافظ، بیدل، قائم مقام، دهخدا، نیما و سپهری است. زبانی که در میل ترکیبیش خاصیت آب حیات موج میزند و در انعطاف بی‌نظیرش نرمی ستون فقرات گربه‌سانان. من از خودم افسردم، هر وقت میخواهم خودم را استتار کنم و هرگاه میلم بر آن است که دیگران نفهمند به عربی، انگلیسی یا ترکی پناهنده میشم. این تسلسلشون به زبان‌ها هم در خور توجهه. و هرگاه میخواهم به تمامی خودم باشم و روحم را بی‌واسطه بر همگان عرضه دارم، سر بر آستان زبان فارسی می‌نهم که این عنوان فارسی زبان اهل بهشت عنوانی هستش که برای این یادداشت گذاشتم. به فهمش شما می‌خواستم برگردم، یعنی این مقدمه که عرض کردم و خوندن این بخش اینه که فارسی در کنار زبان یونانی دومین زبان پرپیشینه کلاسیک دنیاست که تمام خصوصیات رو داره. ما فارغ از بحث ناسیونالیستی و شوونیستی صحبت می‌کنیم یعنی زبانی هستش که میراث ادبی بسیار درخشان و خونشانی داره. خونشان به معنای خوش. زبانی هستش که بسیار از شاعران بزرگ تاریخ ادبیات جهان رو در خودش داره، نه فقط تاریخ ادبیات خودمون رو بخوام بگم. یعنی ما وقتی از مثلا فردوسی بزرگ یاد میکنیم یا از حافظ یا از سعدی یا از مولوی یا از دیگر استوانه‌های این آستان، حتما در تاریخ ادبیات جهان هم میتونیم ازشون یاد کنیم. رهبر ادب شناس انقلاب وقتی میگن شعر ثروت ملی هست، به این معنی است که شعر فقط یک چیزی برای تفرج روح نیست. شعر یک گنجینه است، یک پشتوانه است و یک پیشینه است که ما تمدن ایرانی اسلامی رو میتونیم در آینه اون ببینیم و به جان عرضه کنیم. فکر می‌کنم از این باب باید فارسی رو، زبان فارسی رو و خاصه ادب فارسی رو مقتنم و محترم بشماریم و سید حسن حسینی به درستی این کار رو انجام داده. من میتونم یه چیزی بگم؟ بله بفرمایید. ما یک حلقه واسطی داریم به اسم زبان فارسی که ایران بزرگ رو به هم متصل میکنه. شما در واقع در کشورهای همجوار که به همین زبان صحبت میکنن، الان حتی سرود ملی پاکستان به فارسیه. بله. خب یعنی ببینید چه دایره ای از ارتباط، از وحدت، از اینکه فیلمون یاد هندستون بکنه و بدونیم که همه از یک ریشه ایم. و به قول آقای هادی کیاسری عزیز در یک جلسه نقد و بررسی بود، میگفتن ما به یمن حضور شاعران بزرگی مثل رودکی و فردوسیه که هنوزه میتونیم با 1000 سال پیش خودمون ارتباط مستقیم داشته باشیم، حرفشون رو بفهمیم و این در واقع یک پارچگی تاریخی و تمدنی رو فقط برای ما زبانمون ایجاد کرد. در تکمیل تعریف و شما ببینید که مورد هجوم هم هست.
یعنی وقتی که این گوشی ها و پیام رسان ها اینا اومد، فینگلیش نوشتن ها، نمیدونم شکست نویسی ها، اینا بعد یه حجمه ناخواسته انگار که هدفمند و با در واقع کم حوصلگی و شاید کم اطلاعی جوانانمون هدف قرار داده که این ابزار و این سلاح قوی رو از ما بگیره، این تکیه‌گاه رو بگیره. چیز مثلا مستند خیلی مهمی درباره زبان فارسی من یادم نمیاد. من خودم بودم میخواستم این کار رو انجام بدم، ولی فکر میکردم از چه زاویه‌ای میشه بهش پرداخته. ما مستند خیلی چیزی در مثلا حالی که اصلا استقلال ما به کمک زبان فارسی صورت شکل گرفته. در باب حالا بعضی از ما تمام پرس‌ها هست، کشورهای مهرداد بهار و دیگران در راجع اشاراتی به هست. زبان فارسی من یادم نیست که مثلا ما مستند مثلا خیلی درجه یکی یا مثلا مقاومت ایران در مقابل هجوم بیگانگان به کمک زبان فارسی صورت گرفته. خب خیلی ممنون. با آقای دکتر صلاحی خداحافظی میکنیم. یه قسمتی رو با آقای حجت الاسلامی باقی مونده که ادامه میدیم. خدمت شما آقای حجت دست الاسلام. شما درد نکنه. قربان شما. ما همین که اینجا حضور پیدا کردیم خودش خواهش کفایت میکنم. میکنه. سلامت باشین. شما لطف کردین. آقا این آره چیز قشنگیه. خیلی البته قشنگه. نظرها متفاوته دست اما شما درد آره، نکنه. چیز یادگاریه. خواهش اجازه دارم می‌کنم. اینو بذارم اینجا. بله. آقا خب، منم میخواستم که به نمایندگی از برنامه و مخاطبین بله. هم یک کتابی رو معرفی کنم طبق روال برنامه‌تون، هم اگر اجازه باشه اینو بعد می‌نویسم و تقدیم به شما. لطف میکنید. خیلی ممنونم. این کتاب سال 89 چاپ شده. بله. در واقع نتیجه یه بخشی از یه فعالیت بزرگیه که من انجام دادم. یه موقعی تصمیم گرفتم برای اینکه ارتباط عاطفی مردم با کشورشون برقرار بشه یک حرکت خودجوشی انجام بدم و واقعا هم کمترین حمایت ها بعداً از من صورت گرفت. ولی من 19 مسابقه ملی با عنوان کلی سفره‌های ایرانی اسلامی برگزار کردم که 4 موضوع نوروز، رمضان، محرم و یلدا رو بله. از رسوم آداب و رسوم رسمی ساری و جاری مملکت انتخاب کردم که اینا یه ویژگی دارن، همشون سفره دارن به عنوان نماد. و این کتاب منتخبی از خاطره ها و عکس های سفره های افطاری. عکاس جدا عکاسی کرده، خاطره نویس هم جدا خاطره نویس. خیلی ممنون از این که انتشارات لطف کردین. سوره مهر در یک فرمت متفاوت این رو چاپ کرده. نمیدونم هنوز باشه یا نه. سوره مهریاب. خب خیلی متشکرم از لطف شما آقا. ممنونم. به امید دیدار در برنامه‌های آینده.